مبین رنگای اینجا رو چرا اینجوری انجام دادی؟ پاشو رنگا رو برات بسازم یه نکته خوب بهت بگم. اگر این رنگا رو همین شکلی که هستن توی کارتون به کار ببرین، باعث میشه که این جیغ بودن رنگ اون عمقی که باید باشه رو به کارتون نده. چیکار میکنیم؟ به رنگمون یه کوچولو رنگ مکمل اضافه میکنیم. مکمل بنفش زرده، مکمل سبز قرمزه و مکمل آبی نارنجی. وقتی این مکمل به رنگ اصلی ما اضافه میشه، رنگمون اصطلاحاً پخته میشه. به این شکل تفاوتش میشه این و این. این یه رنگ جیغه خامه و این یه رنگ پخته بنفش.